سلام، در آفساید این هفته خواهیم دید استقبال از worst case سناریو، سرعت در قاطعیت و شباهت‌های نظام سیدعلی و شیر پاستوریزه. این هفته آمریکایی‌ها با یک هالووین زودرس مواجه شدند. یک موقعیت ترسناک، یک تهدید خیلی جدی که ما برای جنگ‌های گسترده و طولانی مدت با امکان حقیقی پیروزی و غلبه بر اونها قدرت سازی کرده ایم. بنابراین آمریکایی‌ها این هشدارها رو جدی بگیرند. ما هشدار میدیم به خلبان‌های اونها که اولین پرواز آخرین پرواز خواهد بود. ما بر اساس فرض خطرناکترین سناریو که به زبان لاتین اون برای فهم بهتر آمریکایی‌ها worst case سناریو آماده شدیم. خلبان آمریکایی باشی بعد از حرفای این نری استعفاتو تقدیم کنی، یعنی یا از جونت سیر شدی یا فارسی بلد نیستی. یعنی یکی از این دوتاست، چون اینا سلاحاشون خیلی خطرناکه. حالا هرچی خلبانه آمریکایی بعد از این حرفا از کار بیکار شدن، از اون طرف نون دندون پزشکای آمریکایی قراره بیفته تو روغن. حالا چرا؟ بفرمایید. به تعبیر امام راحل عظیم الشأن، ملت بزرگ ایران دندانهای امریکا رو در دهانش خرد خواهد کرد. آقا تمام. کار دندون پزشکای آمریکایی در اومد. حالا تنها سوالی که باقی میمونه اینه که اونایی که قراره دندون طرفو تو دهنش خورد کنن اصلا حال این صحبت‌ها رو دارن؟ روزی یکی از مسئولین دولتی از من سوالی رو پرسید مبنی بر اینکه آیا این سربازایی که شما الان توی پادگان‌ها دارید اگر واقعی بشه، اگر خطری بشه و خبری برای کشور بشه، مثل سربازای زمان جنگ حاضر میشن و انجام وظیفه میکنن؟ من با توجه به شناختی که از سربازان داشتم و نفس به نفس اونها هستم و در کنارشون هستم، خدمت این برادر عزیزم عرض کردم که مطمئن باشید اگر این سربازها از سربازهای زمان جنگ جلوتر نباشن، عقبتر هم نیستن. خب ایشون نگرانی داشت با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن، شبکه‌های ماهواره، سایت‌های اینترنتی، اما من دل ایشون رو قرص کردم که مطمئن باشید این سربازها برای دفاع از ولایت آماده جانفشانی هستند. الان سلاح‌های انفرادی و اجتماعی، تانک و نفربر دارن به سمت نهاد دشمن شلیک می‌کنن. بله، آماده‌اند. به طور خاص برای دفاع از ولایت خیلی آمادن. خیلی. اتفاقاً این آمادگی رو هم توی این نوحه بروز جنگی خیلی خوب نشون میدن. رسمندگان بیاین تو صفوری جلو کبابایم، کمپوت اگر بینم تو را فوراً شکارت میکنم. کمپوت اگر بینم تو را فوراً شکارت میکنم. گیلاساتو من میخورم، هسته هاشو چال میکنم. گیلاساتو من میخورم، هسته هاشو چال میکنم. از شوق کمپوت گیلاس دلها همه شیدا شده. متن عاشقانتون ماهی شوری زین و برپا شده. بله، گفت چی؟ گفت اگر بسیجی امروز از اون موقع جلوتر نباشن، عقبتر هم نیستن. اون موقع که وضعیتشون معلوم بود، خودشون دیگه تو خاطراتشون میگن. شب بود ساعت تقریبا 3-4 صبح که اذان گفت، ما بلند شدیم آفتابه رو برداشتیم و بریم وضو بگیریم. ما حرکت کردیم دیدیم صدای سوت اومد. صدای چیه؟ من حساب کردم این همه فاصله سوت خمپاره اینجا من میشه. دوباره یه ذره وایسادم، وامیستادم، صدای سوت ختم میشد، حرکت میکردم صدای سوت میومد. یه مقدار دیگه راه رفتم، شروع که باد اومدن، وایسادم دیدم میگه، نگاه کردم دیدم باد میفته تو لوله آفتابه، صدای سوت خمپاره میده، کلی بارو ترسونده. بله، همونطور که ملاحظه کردید بسیجی امروزی عقب‌تر از اون موقع نیستن، شونه به شونه دارن باشون میان. فقط چون بحث روحیه جنگی شد، بعضا این روحیه رو توی کف خیابون‌ها هم به نمایش میذارن که اصلا از تهاجم فرهنگی هم تأثیر نپذیرفته. باشو برو بشین بیرون،
آقا من عملیات لو میدم. پس بیا آقا قورباغه‌ای. نشناساییه؟ میگم ما الان دقیقا یه لحظه ببخشید. ما الان دقیقا کجاییم؟ وسط اروند. یا ابوالفضل یا ابوالفضل چته؟ علی بابا من شنا بلد نیستم. یا ابوالفضل پام رو مینه. پاش روی مین میره. ماشاءالله پهلوان. با لبی خندون. یا ابوالفضل پام رو مینه. لبی خندون. بابا پام رو مینه چطور بخندم؟ چته؟ بعدی تویی. بابام نترس. رزمنده. نترس بعدی که منفجر شد تو میپری. پاش رو مینه. برو یا علی. برو پشت سرش. بگو یا علی. sen پات بر ندار. بذار ما بریم این بعد پات بردار بترک. حالا اینکه چرا نظام به این روز افتاده یک دلیل بیشتر نداره که متخصصش هم این سرتاس چکش خورده است. این ننگی که دیشب زده شد و در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شد این عکس کثیف، دست دادن با یزید زمان به یکی از تلخ‌ترین شب‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که باید براش خون گریه کرد. نه در شأن انقلاب اسلامی، نه در شأن امام، نه در شأن رهبر حی نبود. این مسیر دست دادن و لبخند بندی شرمنها مسیر عزت و شرافت ما نیست پسرم. ما از این مسیر به پیروزی نمیرسیم. از این مسیر به پیروزی نمیرسین؟ خب پس چه مرگتونه که شب و روز پای میز مذاکره پشتک و بارو میزنید؟ اگر این مسیر پیروزی نیست، پس چرا علی گداهی میگه من با تمدید مذاکره مخالف نیستم و نمیدونم بچهای تیم مذاکره بچهای بابیان و خلاص ازشون حمایت میکنم و این حرفا؟ اولا بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانی که و به همون دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودم. هیئت مذاکره کننده ما پرتلاش و جدی هستند، حقاً و انصافاً. ایستادگی میکنن. آقا این مسیر لبخند زدن به وندی شرمنها کارو به جایی رسونده که اینا دیگه حتی با خرچنگ نظام هم دست به یقه میشن. میگی نه؟ ایناهاش. یه سوزن به خودمون، یه جوالدوز به دیگران. پریروز آقای امام جمعه عزیز حضرت آیت الله خاتمی فرمودند که ما نه بر اثر فشار و تهدید وارد مذاکره شدیم، بلکه برای عبرت بعضی ها رفتیم وارد این قصه. عبرت کی ها؟ حضرت آیت الله. خوبه اگرچه که توجیه میکنیم. اگر تیم جدید رأس حکومت نیامده بود که یک کسی مثل احمدی نژادی یک کلمه حرف میزد که شما زیر پیرنیشو پرچم میکردید رو سرش. بله، وقتی ابا عمامه عظما اینجوری تو روز روشن رو سرش پرچم میشه، اون وقتی که نظام ولایت هم تبدیل میشه به شیر پاستوریزه. حالا این چقدر غلظت داره؟ چربیش چقدریه؟ او اینکه تاریخ مصرفش تموم شده که. اساس، جذر و ریشه انقلاب اسلامی نفی استکباره. مرگ بر آمریکا، مرگ بر سعودی، وهابیت. اینجا این خط تفکیک بینه. این خط از ابتدا هست تا آخر، به تعبیر آقا روح الله. هر جایی که موفق بشند، خدا نکنه اینها رو از هم تفکیک بکنند، دیگه از اون به بعد اسمش جمهوری اسلامی ناب نیست، چیزیست منحرف شده. پاستوریزه، شیر پاستوریزه با 0.5% چربی یا بدون چربی، آب قاطیشه. اونی که امام گفتن امام گفته، دیگه تاریخ مصرفش تموم شد. اگه
تمام نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشه به شیر پاستوریزه، اون وقت بنیانگذارش کی میشه؟ اما موضوع بعدی رکوردگیری بر سر قاطعیت و سرعته. آقا کرونومتر لطف کنیم بدیم به من. مرسی. داستان از اونجا شروع شد که بعد از اون قضیه هتل تارا تو مهاباد، استاندار آخوندها تو آذربایجان یه افه اینجوری اومد. این نفر هیچ وابستگی به دولت و نهادهای امنیتی نداره، در واقع میهمان هتل بوده. با جدیت و قاطعیت پیگیر موضوع فوت دختر مرحومشون هستیم. اصل قضیه همون با جدیت پیگیر هستیمه، چون اگر این قضیه پیگیری نشه معترضان دیگه خودشون میبرن و میدوزن، اون وقتی که دیگه کار به جاهای باریک میکشه. در این میان معترضان هم خود بریدند و دوختند، نه آنطور که طبیعت هر پرونده جنایی است منتظر تحقیق درباره شواهد موجود شدند و نه دلواپس آبروی یک خانواده. حالا آنچه که هم میتواند به مردم مهربان مهاباد التیام بخشد و هم جلوی آتش شایعه را بگیرد، پیگیری سریع و قاطع دستگاه قضایی و انتظامی است. آها، سریع و قاطع. اتفاقا این زمینه‌ایه که دم دستگاه نظام توش کارنامه پروپیمونی داره. 7-8 ماه فقط برمیگردیم عقب، داستان اسید پاشی یادتون هست دیگه. معاون اول محترم قوه مطرح کردن که با اشد مجازات با این مسئله واقعا برخورد میشه، حتما هم باید بشه، چون احساس امنیت عمومی رو به هم زده که باید مورد مجازات شدید قرار بگیره. حجت الاسلام رئیسی گفت بدون تردید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. بله، اونجا هم قرار بود که با عاملان برخورد جدی بشه، اما 7-8 ماه گذشته و مشکل اینه که هنوز عاملی دستگیر نشده که تازه بخوام بعد باهاش برخورد جدی یا شوخی بکنن. بازم میریم یکم عقب‌تر، میرسیم به سال 88 و داستان کوی دانشگاه. اونجا دیگه خود علی گدا خودش می‌خواست برخورد جدی رو بکنه. اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه. شبیه کوی دانشگاه مسائل دیگه هم اتفاق افتاده تو این مدت، یا مثلا قضیه کهریزک رو گفتن. اولا این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن و مجازات باید بشن. این رو من به طور قاطع گفتم. بعد از 6 سال میبینیم که نه عاملی دستگیر شده و نه برخوردی صورت گرفته. با این حساب بهترین پیشنهاد ما به معترضان مهاباد اینه که خودشون ببرن و بدوزن و منتظر نتیجه تحقیقات هم نشن. شب بخیر، خدا نگهدار.